الحمدلله محترم جماعت، به خدا شکر بیعدد در این روز انشاءالله مبارک، روزی حج المساکین، الله سبحانه و تعالی دیدار یک دیگر دیدن مناسب دید. الحمدلله رب العالمین. خداوند تنی صحت داد، خاطر جمع. الحمدلله یک ساعت مقرری به شما عزیزان و یاردم الله سبحانه و تعالی اگر زبان برادیت انشاءالله به شما عزیزان هم صحبت میشیم. انشاءالله موضوع ما موضوع گذشته است که در 22 خاندان فرشته های رحمت نمید درمدن. انشاءالله ما 4 تاش بیان کرده بودیم. الحمدلله امروز دوامش بعضی هاش خدا خواهد به شما بیان میکنیم. البته عزیزان من کاری کنیم که انشاءالله خانه های ما و شما ده، البته فرشته های رحمت انشاءالله نظری الله سبحانه و تعالی انشاءالله، یا که انشاءالله خدا خواهد فیض و برکات در خاندان ما با شما بارد، همش با واسطه معامله و زندگی ما و شما تعلقاتی دارد. عزیزان من امروز یکی که خدا خواهد خانه هایی که فرشته های رحمت نمی درآید، کدام خانه که انشاءالله خدا بخواهد ربا خور باشد. یعنی ربا به اصطلاح امروزه پرسنت میگن انشاءالله خدا خواهد. کدام خاندانی که اگر پرسنت انشاءالله خدا خواهد میخره، پرسنت میتیه انشاءالله، یا که به پرسنت زندگی میکنه، خانه من فرشته های رحمت نمی درآید. عزیزان من چون که پرسنت از روی انشاءالله حکم شرعی حرام است، مثل گوشت خوک است، مثل عراق و مثل زنا است. عزیزان من از این انشاءالله دور شوین. الله سبحانه و تعالی چندین جای قرآن درباره رباخورا و ادای سخت انشاءالله الله گوشرس کرده با ما و شما. من الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران 130 آیت انشاءالله بینین خدای تعالی اینه بیان کرده. سوره روم 39 آیت، من هر یک سوره بیان کنم نمیتونم وقت جایش نمیتیه. سوره نیسا 16 آیت، سوره بقره 275 279 آیت درباره پرسنت الله سبحانه و تعالی برای ما و شما وعید کرده است. من یک آیت خوانده شرح میتیم. سوره آل عمران 130 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ استعوذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه فاتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظیم. خدا میگه ای کسانی که ایمان آوردیم به یگانگی من و ای کسانی که ایمان آوردیم به روز قیامت، که البته انشاءالله ما از دنیا میگذریم، زنده میشیم، پیش الله میریم، پیش الله سبحانه و تعالی ده یکایک این عمل هایی که در این دنیا کردیم جواب میتیم انشاءالله. خدا میگه چی میگه؟ یعنی شما مخورین انشاءالله، یعنی سودخوری مکنید. مضاعفا زیاده بر زیاده کرده شما تنجینی، یعنی پرسین مال مردم نخرین انشاءالله. واتقوا الله، شما پرهیز کنین، تقوا کنین، لعلکم تفلحون، شاید که انشاءالله خدا خود نجات یابین. از همین انشاءالله حافظ ابن کثیر میگن رضی الله تعالی عنه، میگه زمین در دوره های پیشم آدم ها قرض میگرفتن، بعدی قرض گرفتن چیکار میکردن؟ انشاءالله مبادا دادن نتونه، همچنان انشاءالله بالاشونه پول زیر میکردن. شما مثل همون قومای پیشینه نشین گفتن. یعنی شما هم انشاءالله خدا خواهد فقط بتین قرض دادن ثواب است. قرض حسنه میگن در قرآن عظیم و شن است، حسنش با امید ثواب. انشاءالله ما برادر که محتاج شده اومد انشاءالله خدا خواهد 3 میلیون میپرسد، می چند قیم میپرسد، انشاءالله بتونین با امید ثواب تین انشاءالله با کارش اجرا کند، گردونده تید. انشاءالله این عبادت است، ثواب دو دنیا ده انشاءالله سزاوار میشین. لیکن وقتی که میتونی با عوضی و یگان چیز امید میکنین، یا که با عوضی و انشاءالله خدا خواهد مبادا گوی که 3 میلیون 300 کرمیتی، 3 میلیون 3 میلیون کرمیتی گوی، این پرسنت میشه، این ربا میشه، این سودخوری میشه. خدای تعالی این انشاءالله حرام کرده خدا خواهد انشاءالله.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کدام قوم و جمعیتی که بین آنها گفتن سودخوری و زنا اوج میگیرد، این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا خواهد ابو داود روایت کرده حدیثه. در کدام قوم و جمعیتی گفتن پیامبر اسلام ریباخوری پرسنت، زنا، زنک بازی ها یا که زنک هایی که مردک باز میشوند اگر اوج میگرفتن و یا برای خودش گفتن عذاب خدا را این حلال گردوندیند، عذاب خدا را منتظر شوند گفت. چونکه رازگی خدا در طاعت، غضب خدا در معصیت. عزیزان من، چقدر گناه زیاد شود الله انشاءالله خدا خواهد غضب زیاد می شود، چقدر ثواب زیاد شود رازگی خدا انشاءالله خدا خواهد زیاد می شود. ما خدا خواهد بی پول عذاب خدا را می خریدیم انشاءالله خدا خواهد. برای این صحبت ها در بین قوم ها همصیفاتون است، هر یک تا همصیف داری، هر یک عائله است خدا خواهد از 50 و 40 کسی عبارت است. کجای میشنین این صحبت ها را انشاءالله البته کنین. امر معروف برای یک پیشواها نیست، برای یک دامله ها نیست، همانده فرض است. اسلام از 40 تا فرض عبارت است. 40 تا فرض، دو تاش یک تاش امر معروف است، یک تاش نهی از منکر است. همانده ما شما میرسانیم، شما الحمدلله قوم و جمعیت انشاءالله خدا خواهد رسونین که از این چیز انشاءالله خدا خواهد توبه کنن. سودخوری میگد 72 گناه دارد، 72 شاخ گناه دارد. این پسترینش آخرترینش با مادر خودش زنا کرده که برابر است. اگر از خدا نترسی تو پرسنت تی باشی، پرسنت خور باشی، همون مادر که خوروی و همون پرسنت تی یخیل است. از خدا بترس. همین گناه در نامه اعمال نوشته می شود. من تکرارم بطرون که روز سودخور بسیار شد. سودخوری هر نمود دارد. با گندم هم سودخوری می شود، با پول هم سودخوری می شود، از روی ماشین هم سودخوری می شود. خیلی کنیم حتی من نون نبینه، نون من کتاب مسئله های فقهی نه، نون همسایه به همسایه نان دادن هم سودخوری میشه. دست میدونین چی میشه سودخوری؟ باید نان ما با ترازو بتیم. دی اسلام بی عدالت شه. شما نانی تنوری بندن و نانی گیم که نانبایی که فرق میکند نه. تنوری گیم که 200-300 گرم بعد نانبایی بره جه 50 گرم میبره. تو نمی چقدر فایز میشود سودخوری؟ بینید من که امام اعظم چند بار مثال آوردم برای شما. یک از سایه خانه و استفاده بردن سودخوری بیان کردن. من شما قرض دادم و رفته با در خانه تو سایه شینم. حضرت امام اعظم از ترس افتادین که همین هم سودخوری میشه که همین هم من قرض داده ای سایه خانهش فایده برم. حالا ما شما بر الله سودخوری داریم نمیترسیم. به ملال خدا خواهد انشاءالله پرسنت داده شده امروز. به ملال امروز پرسنت گرفته شده. گیرنده هم، تینده هم، کاتب هم همه ملعونی. دلالت کنندش هم ملعونی. کسی که دلالت کنه فلان چی میتیه برو یا من گرفتت میتیم یا شاهد شوی، همه یک کامره میری. چون که شما من دال علی شرین کفائله، کسی که دلالت به بدی میکند همون کننده هم چی گیرد؟ دلالت کننده هم میگیرد. کسی که پیغمبر دلالت به خوبی میکند، یک کسی نماز خود نگد عبادت کنندش میکند، راه حق نشانش میتید، هوای چی ثواب گیرد؟ همون دلالت کننده هم انشاءالله میگیرد. نکی ای کار میانه را هم نشو، ای کار نکنم از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. این گناه بزرگ است، این گناه بینیاد سخت است انشاءالله خدا خواهد. با میگم در منبری شرعی میگم اگر مبادا پرسنچی باسی حج نرو، حج هم حروم میکنی، نرو حج، خیراتت قبول نیست. کسی که ای خانه همون پرسنچی رفته تعام میخوری تو هم پرسنچی. زمانی میشده که پیشواها هم پرسنت خور میشیدن. در کتاب مطالعه کردم تا پرسنت خوردنی دامله ها پیشواها در چیز همون خانه که پرسنت میتید در توش رفته میخورد و همون پرسنت است.
و هم مستد خور و خیرش قبول نیست و احسانش قبول نیست و از خدا بترسه انشاءالله. خدا خواهد چیزی که شریعت حرام کرده است و یک کسی نمیتونه که بجز الله پیغمبر و حلال کرده. هیچ کس حلال کرده نمیتونه، هیچ کس حق هم نداره. حلال هم بیان شد، حرام هم بیان شده، مکروه هم بیان شده، همش پیچش ده برفته. تو رای خودت نکاب دروغ فلان بود پیستان شد فلان شد دروغ شد خیلی نکاب. خدا خواهد انشاءالله. تمام حرام و هیچ کس حلال گفته نمیتونه. کسی که حلال خدا را حرام گوید، کسی که حرام خدا حلال گوید کافر میشود. نکات بریده میشود. باید نکات از دیگه کنی، بازی نکن به اسلام. خواهی که خانت پرفیض باشد، خواهی پربرکات باشد، خواهی فرشته های رحمت انشاءالله در خاندانت باشد، از فرستند انشاءالله حذر کن عزیزانی من. یکی دیگر خانه که در وی میگد ذکر خدا نباشد و خانه که در وی صلوات نگویند نفس غالب باشد، او خوانندم فرشته های رحمت نمیدرمد است. عزیزانی من باید که در خانه های ما و شما پیغمبری بزرگوار محمد علیه السلام تن که شما خانه هاتون قبرستان کرده نگیرید. مقصد از قبرستان که در خانه هاتون نمازهای نفلا رو بخونید. نمازهای نفل اجازه در خانه است، نمازهای قضا داری انشاءالله. خدا خواهد خان او خواننده فقط قرآن خوانند انشاءالله. تلاوت قرآن کنه نکنه، این شبای دراز است، از 7 تا 7 خدا خواهد 14 ساعت است. در 14 ساعت نخواد که 1 ساعت 2 ساعت به یاد خدا نشینی، نخواد 1 ساعت 2 ساعت ذکر الله نکنی، و محمد صلی الله علیه و سلم صلوات نگویی. خدا قرآن نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ای گفت آنانی که ایمان آورده اید یاد کنید من یاد کردنی بسیار، روزانه هم شبانه هم یاد کنید انشاءالله. خدا خواهد این ساعت ندارد، یاد کردنی الله هر یک لحظه است. عزیزانی من یاد کردنی الله هر لحظه، هر ساعت، هر دقیقه است انشاءالله. باید مؤمن زبانش به ذکر نباشد. میگه رسول الله پیش میگه یک جوان اومد، میگه جوانای قشلاقی ها می اومدن رسول الله سوالای دشوار میدادن. صحابه با خرسند میشنن که بعضی سوالا را ما داده نمیتونیم، با توفیل این دادگی انشاءالله با دانشین ها ما غذا میگیریم. خرسند میشنن. یک آمد گفت یا رسول الله من امروز عملی شریعت بسیار شد، من یک تعلیم بده که خدا خواهد سبک باشد و نیکی بسیار مکافات نسزاوار شم. رسول الله فرمودند شو که زبان تا خدا خواهد به ذکر خدا فقط ترک کن انشاءالله. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر گو انشاءالله. خدا خواهد ثوابی خدا خواهد بلندترین انشاءالله مشرف میشه. ببینین عزیزانی من باید زبانی ما و شما بی ذکر نباشد انشاءالله. زبانی که در وی ذکر خدا نباشد میگد، دلی که در وی ذکر خدا نباشد میگد وی دل نیست. وی زبان میگه بادا کشیده، و زبانی که میگه الله نمیگه و زبان خدا گم کند. دلی که در وی مهر الله نیست، مهر محمد نیست، وی دل نیست. دل میگه بادا دل کفیده. ایو دل کفیده بلا خوب است که در وی ظرف ایمان نشه، در وی فقط کینه، عداوت، بغض، حسد، در وی ملعون شیطان لعنت کراشد. باید که به ذکر الله که انشاءالله قلب شما مصفا می شود. باید در خانه ها ذکر کنین هر روز انشاءالله. خدا خواهد هر باری که ما الله میگفتیم اللهش میگفته لبیک اسأل منی ما تریدو، بندم چی میخوای از من بپرس. هر باری که نام الله میگیری الله جوابش تیاره لبیک 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 انشاءالله. خدا خواهد
میکنی بچه تا 10 بار فریاد میکنی 1 بار لبای میگد، زن تا 10 بار فریاد میکنی 1 بار لبای میگد. نیکی الله فورا از زبان جاری شد لبای که میگه بندم من در خدمت تیار هستم، چی میخوایی؟ خدا قرآن میگه سوره بقره آیت 155 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. من یاد کنی، من میگه خداوند بس منم شما را یاد میکنم. من یاد کنی میگه دایم، چون که آفریدگاری ما است یا نمی لایق خدا خواهد انشاءالله مدح و تعریف است. من میگه هر روز لایق که هر لحظه یاد که خدا خواهد. منم تو را یاد میکنم، بچه یادت میکنه انشاءالله بالات نه مصیبت میآید، بالات نه بلا میآید انشاءالله خدا خواهد. الله ما و شما را هر لحظه نمیمونه. گفتی شاعر گفته خدا کنی شاد شوی. الله گفتم میگه قند خوردم، دنیا گفتم فن خوردم. الله انشاءالله خدا خواهد سنیکرز میخری، الله انشاءالله خدا خواهد اصل میخری، دنیا گویی چی انشاءالله خدا خواهد فن میخری. شیطانی ملعون پاشه گرفتی رش گرفتی فریبت میکنه انشاءالله خدا خواهد. خونه که میگه در وی میگه ذکری الله نباشد و صلوات نباشد. عزیزانی من صلوات گوین انشاءالله خدا خواهد. صلوات گفتن فرض است به محمد صلی الله علیه و سلم. نه یاد نبرد، فرض است. الله سبحانه و تعالی بینین در سوره احزاب آیت 55 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صدق الله العظیم. البته میگه خدا بینه این الله، البته خدا خودش محمد رحمت میفرسته میگه و ملائکه تمام فرشته های زمین و آسمان محمد علیه السلام چی میگه؟ صلوات میگن انشاءالله خدا رحمت میفرسونن. شما هم میگن ای مردم میگن صلو علیه و سلموا تسلیما، شما هم به محمد صلوات گفتنی بسیار از این فرض است. کجایی که نام الله میشنوی البته جوابش واجب است که جل جلاله گویی. یک بارش واجب است، تکراری جوابش با سنت است. بزرگان اسلام یعنی یک بار نام الله که شنیدی جل جلاله گو، نام محمد شنیدی صلی الله علیه و سلم گو. این یکمش واجب است، بعد این تکرار سنت است. عزیزانی من روز میگه محمد به صحابه شیشتگی بود، جبرائیل امین برادری محمد علیه السلام میگه اومد و چنان میگه به یک نظری عجیب میگه محمد نظر کرد، میگه نظری عجیب کتی. رسول الله عجیب حیران شدن اینقدر به یک نظری عجیب من نگاه میکنه. گفت یا جبرائیل چی گپ است؟ گفتن میدانی الله همین خیلی من قدرت دادگی است که اگر بخواهد تمام آبهای بحر حساب کرده میبرم 1 2 3 4 قطرشه. اگر خدا خواهد قدرت بتید تمام برگ درختای رو دنیا حساب کرده میبرم. لیکن کدام امتی تو که یک بار بر تو خدا خواهد صلوات گوید و من حساب کردن نمیتونم. امام بخاری روایت حدیث است. عزیزان من ببینید ما یک مرتبه به حساب و کتاب الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را خدا خواهد ادوکت میشد روز قیامت، شفاعتگر میشود. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که او در جاده پیغمبر است. عزیزان من روز قیامت ما دخل میمونیم در پیشگاه الله. از این گناهی که امروز داریم شرم نداریم، به ناموس شدیم که لک گناه داریم که پیش الله میریم، آخر عاقبت نزد محمد میریم صلی الله علیه و سلم.
تمام بنده پیش آدم میرفتین آدم جان تو پدری ما بودی، امروز ما را دستگیر کن. میگفت من شرم میدارم از الله که من در جنت گندم نخور. گفت خوردم رانده شدم. امروز ناموس میکنم پیش نوح بره. خلصی کلام آخر پیش محمد میآیند، چون که محمد صلی الله علیه و سلم یگان خطا کردگی نیستند. الحمدلله دوستداری امت تابوت زنده حبیبی ودود در غمی آسیانی امت بود. وقتی رفتن حبیبی آزاده امتی 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 گفته جان داده. همه پیغمبر ها نفسی میکن، لیکن محمد امت میگفته است امت. وقتی رستاخیز شود آغاز امتی گفته خیزد. باز روز قیامت یک محمد میخیزد صلی الله علیه و سلم. همه پیغمبرها و نفسی، لیکن محمد و امتی گفته میخیزد. عزیزانی من بینین وقتی میگه تلخی جان دید گفت با پروردگار عرش مجید. وقتی جان کنده نشید میگه خدا ناله که گفت که ای گفت الله چی سختی که هست گفت با جانی من کن، لیکن رحم کن امتا ما. گفت من چقدر میتونی جان ما با سختی بگید عزرائیل، لیکن چی که گفت انشاءالله خدا خد امتا ما. گفت غم شخر کسی نماند در گرو که چون این دار سیدی پیش رو. انشاءالله پگه در قیامت در گرو نمیمونی. انشاءالله خدا خواهد پگه کی داریم؟ ما چونین پیشوا داریم، ما چونین انشاءالله رهبر داریم در دو جهان. سروری ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم است. عزیزانی من صلوات نمو. رسول گفت شب معراج بود، گفت پیش خدا رفتم، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل 4 فرشته مقرب نزد من اومدن. گفتن محمد صلی الله علیه و سلم. جبرئیل گفت میگن ای محمد کسی که گفت از امتی تو گفت تو نگفت 10 مراتب صلوات گوید. من گفتن حضرت جبرئیل از دستش گفتن از پل صراط میگذرونم اگر 10 مراتب بت صلوات گوید. گفتند حضرت میکائیل گفت ای گفت محمد کدام امتی که گفت برای تو گفت 10 مراتب صلوات گوید، من از حوض کوثر سیرابش میکنم. حوض کوثر چیزی است که انشاءالله کسی که از او آب می نوشد هرگز تشنگی انشاءالله قیامت نمی بیند. این مخصوص برای محمد است. استعیذ بالله انا اعطیناک الکوثر. خدا میگه ای محمد تو دلگیر نباش، من برای تو مخصوص حوض دادم، مخصوص آب دادم که این آب کوثر است. این مخصوص برای محمد است. از این آب گفت من سیرابش میکنم. حضرت اسرافیل گفت کسی که گفت برای تو گفت 10 مراتب صلوات میگوید، من گفت سر به سجده میمونم گناه همون امت میپرسم تا الله گفت مغفرت میکند سر از سجده نمیبردارم به خاطر خودت ای محمد صلی الله علیه و سلم. بین عزیزان من حضرت عزرائیل چی گفت؟ عزرائیل گفت ای محمد کسی که 10 مراتب بر تو صلوات میگد جانی و مثل جانی پیغمبرا میگیرم، عذابش نمیتیم. این جان دادن آسان نیست عزیزانی من. ما خیال میکنیم که جان پوف میکنیم میبراید. این جان دادن بسیار سخت است، بسیار دشوار است. ادریس سوال دادن جان چخل دادی؟ زنده به زنده امروز در جنت است. گفتن یک مال زنده به زنده پوست میکنی چخل عذاب است، همچنان جان دادم. حضرت سام بچه نوح حضرت عیسی زنده کرد از خواب، خیز دارندش از خاک. اومدن قومای بین عیسی گفتن که کنی بگو تو گفتن امروز 100 ساله 50 ساله مردار را زنده میکنی، تو پیغمبری برحق باش، ما یک گور میدونیم 4000 سال دیگه است. کنی هوا گفت کی رگدین گفت پیش قبر رفتن میگه دعا کرد حضرت عیسی علیه السلام گفت کن به اذن الله با اذن خدا بخیز. گفت بچه نوح گفت میگه از خبر خیز میگه 4000 سال دیگه میگه سر سب صفحه چیدگی
گفت که بنابراین در زمان شما گفت حضرت عیسی سرسفید نبود کو این سرت از کجا سفید شد؟ من خیال کردم که قیامت قائم شده، لیکن میدان عیسی گفت 4000 شدا زدم حالی تنخیل جان از دهنم رفتگی نیست. یاد نبرار عزیزی من، خواهی که جان تا مثل جان یا انبیا و پیغمبرها بگیره محمد نخدمت که انشاءالله خدا خد صلوات گو هر دائم انشاءالله خدا خد زبان تا انشاءالله خدا خد ترک کن. به صلوات نمازت قبول نیست. یاد نبرار کسی که نماز میخواند صلوات نمیگویی خدا قبول نمیکنه نماز. صلوات این پاره کننده پرده های بین الله و بنده است. بین ما و شما پرده ها می شود، این پرده ها را نصف میکنگی همون صلوات است انشاءالله خدا خد. برای بین حتی بین الله در قرآن صلوات، در نماز صلوات امر شدگی است یا نمی؟ ولی در نماز کاری دنیا نیست، لیکن ما چی میکنیم؟ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم این. حالا در دنیا در نماز دنیا را پرسیدن نماز فاسد میکنن، لیکن ما محمد در نماز چی؟ سنت شد. امام شافعی میگن واجب است که میگه در نماز باید که صلوات خونده شود. نماز واجب گرفته که امام شافعی. الحمدلله ما و شما مذهبی امام اعظم سنتش کرد. حتی ببینید در همه حالت کجای نام الله هست محمد وجود دارد یا نمی؟ آدم علیه السلام وقتی که بنا شد جان در یعنی چشماش رسید، یک بار عرش دید که در بالای عرش نیستگی است لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت خداوندا میدانم که نام اسم ذاتت است الله هستی تو، این کی است این محمد؟ گفت این گفت حبیبی تو، این بچه تو گفت محمد است. گفت من میخوام که همون محمد ببینم. گفت این کی می آید؟ گفت که این در آخر زمان پیغمبر می آید. من گفت من یک صورت چه بینم؟ گفت همین چلیکای ناخونات بین. میخواد حضرت آدم مشاهده کرد، حضرت الله نورین روی محمد صورت چه نشان شد. حالا بعضی ها بوسه میکنن، این بوسه جاری نیست در شریعت، لیکن آدم علیه السلام میگه بوسه کرد و چشماش نمالید محمد. بس صلوات خون شد. میگه بینید در آن دم که دمید در آدم دم بدید در قفایش نوری خاتم، بگفت من هؤلاء یعظمونی، گفت نوری مصطفایی ندارد سالها از تو جدایی، با تو فرزند بر ما حبیب است، به درد آخر امت طبیب است. ای آدم گفت این بچه تو است، بگی حبیبی من است. گفت انشاءالله آخر زمان در امتات این طبیب بشه، این انشاءالله خدا خد روز قیامت شفیع میشه و گفت امتاش طبیب همچه یک ورچ همچه یک انشاءالله متخصص امتاش گفت چیکار میکند؟ انشاءالله خدا خد گفت دستگیری میکند. عزیزانی من محمد چقدر خدمت کنه میزبد. کسی که محمد دوست دشمن میداری کافر هستی. کسی که محمد دوست نمیداری در دلت مهری محمد نیست، زبان تا نران در بالای وی. اینین حضرت شاعر که از خجالت آب میگردد وجود، میگه از محمد رنگ و بون نداری، میگه من آلام بر او، میگه زبان ریختن نلال در کار نیست، میگه نداری زبان تا نکشا خدا خواهد انشاءالله. دوست داری از مادر دوستش نداری، از پدر دوستش نداری، از زن و فرزند و از جان دوستش نداری، مومنی کامل نمیشه. حضرت عمر گفتن که محمد من تو دوست میدارم. از چه گفتن؟ انشاءالله از مال من، از زنام، از فرزندام، همش گفتن مؤمنی کامل نشدی تا که جان تک استثناء کردی. گفتی که از جانم هم نگفت، گفت از جانم دوست میدارم، حقیقی مؤمن شدی. بس ای عتتنا بلند میداریش، ای همه دنیا بلند میداری محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله خدا خواهد. در این خدا خواهی که در خاندانت برکت رایت صلوات بسیار گو انشاءالله. هر شب صلوات گو انشاءالله خدا خواهد بای میشوی. کم بغلی در حیاتت نمیبینی. کدام این حقیقت است، کدام در اینترنت دیدم این حقیقت است خدا خواهد. یک آدم قرضدار میشود، بسیار به قرض غوطیده میرود، بسیار قرضدار میشود، علاجی برمدن نمیکنه. از زنش میگه بیا امشب یک بار خدا خدم محمد صلوات گیم. صلوات میگن به همون صلوات خدا خواهد خوابش میبرد، در خوابش پیامبر علیه السلام میآید. دیدن حق است.
دیدن الله. انشاءالله خود روز من صحبت میکنم در این باره. دیدن الله، دیدن محمد در خواب حق است عزیزان من. کسی که گوید که من اللهت میشم با تو هم صحبت شود، انشاءالله بخت تو. اگر گوید که من محمد هستم، من پیغمبری تو هستم، انشاءالله خدا خود بخناکترین انسان هستی. چون که در صورت الله، در صورت شیطان، در صورت محمد ملعون شیطان دور مانده نمیتوند عزیزان من. اگر در خواب دیدنی الله حق است، در خواب دیدنی انشاءالله خدا خط محمد صلی الله علیه وسلم حق است عزیزانی من. گفت بنده اینقدر غم داری، امتم چی گپ است، چی کار کردی؟ گفت قصدار شدم. گفت سحر میخیزی، گفت پیشی فلان آدمی بای میروی، پیش میروی از نامی من سلامش میگویی. بگوش گفتن که هر شب به من صلوات میگفت، دیشب صلوات از یادش برآورده، همین امانت بگوش گفت. خدا خواهد الله سبحانه و تعالی این قضیه تا خلاص میکند. پیش همون پادشاه میرود، میگد بیا خدمت. میگد امشب من محمد خواب دیدم، چی خدمت داری؟ میگم من قرضدار شدم، محمد صلوات گفتم، همین شب در خواب یک گپی امانت برای خودت گفت. بس گفت. یک خلطه تیلاش میتیه. با چی بود؟ میگد همین شب محمد در خواب دیدم، یک امانت گفت و گفت. شد میگه خلاص کلام 3 خلطه تیلاش میتید گو. میگه دیشب برای صلوات گفتن عیاد برآورده، من صلوات فایدهش انشاءالله الله سبحانه و تعالی از کریزیس، از انشاءالله قشاقی ها، انشاءالله خدا خواهد از قرض الله سبحانه با توفیل صلوات نجاتش داد انشاءالله خدا خواهد. حتی صلوات که خدا از جای رزق میتید که در گمان نیست، یا استغفار که انشاءالله خدا خواهد از جای خدا میتید که در گمان نیست، چون که الله راضی میشود. الله همیشه برآورنده حاجت ما و شما است عزیزان من. از الله ترسین انشاءالله خدا خواهد. در یک کدام خانه که میگه در اون خانه انسانایی که خدا پرست نباشن، یعنی مرده ها را، یا اینکه انشاءالله خدا خواهد حیوان ها را پرستش میکرده آدم ها، یعنی به خدا شرک میورده که آدم ها در خاندان باشد، فرشته های رحمت اونجا نمیدرد عزیزان من. یعنی ما و شما باید که فقط یگانه تکیت گاهی ما و شما الله باشد انشاءالله خدا خواهد. امروز شرکا غنک است، امروز شرکا در خانه های ما و شما امروز وجود دارد. این شرکا را از امروز بارد اگر حقیقی مسلمان باشی از الله ترسی میکنی. و تقه نوام شرک است، تقه زده بختم میاره گفته شرک، خانت نخواره کشال کرده شرک. امروز با ما داشته کنای و دیده کنای ترکیه ها را دیده، هر یک کوچه در دردنده یک شده قلف را کشال کرده. این شرکه. چیکار میکنه قلفر تا؟ چیکار میکنه؟ قلفر پرست باشه یک الان قلفر مونده سجده کردنگی. شرک و غنه کسی امروز. کسی که خانش نخدا خواهد انشاءالله همچنان عملها اجرا میکند بجوز خدا تکیه با مخلوق میکنی، مشرک هستی. من خدا چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نساء آیت 48 برو خوان بعد اگر باور نکنی. ان الله لا یشرک، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کسی که به خدا شرک میاره و یا خدا گناه تا نمیگذاره، و یغفر ما دون ذلک، بغیر از این همه گناه تا میگذره. عرق خوردی توبه کن، زنا کردی توبه کن، دزدی کردی توبه کن، فالبینی کردی توبه کن، آدم کشی کردی توبه کن، قمار بازی کردی توبه کن، میبخشد. نیک الله نشید کردی نمیبخشد. آره نشو، دو دنیات میسوزد. آره نشو، خدا نمیبخشش کسی. من امروز خریستیان ها برای چی مشرک شدن؟ چون که عیسی بچه خدا گفتن. برای چی یهودا امروز مشرک شدن؟ عزیر بچه خدا اعلان کردن. ای دوست میفته که ما خدا دوست میداریم. این خدا دوست داری نیست، خدا را دوست داریش 5 وقت نماز است. خدا را دوست داریش یک ماه شریف رمضان 20 پدریف میگیری تا مردن تا.
زکات میتی، حج میکنی، عرق نمیخوری، زنا نمیکنی، چیزی که فرمودن میکنی، نهیت کردن نمیکنی، بعد تو بنده خدا میشوی.